کشاندن نهادهای تحصیلی به آینده مبهم. دریا در نامه به غنی خواهان تجدید نظر در تصمیم انتقال صنف‌های ابتدایی مکاتب به مساجد شد. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال کهسار میدیا. کانال ما را سابسکرایب نموده زنگ آگاهی را فشار دهید. 8 صبح کابل. فرهاد دریا هنرمند کشور در نامه سرگشاده به رئیس جمهور از او خواسته است که در تصمیم انتقال صنف‌های ابتدایی مکاتب به مساجد تجدید نظر کند. وزارت معارف 2 روز پیش اعلان کرد که طبق طرح تازه این نهاد صنف‌های اول تا سوم مکاتب به مساجد منتقل می شود. این وزارت پس از واکنش برانگیز شدن این طرح تغییر موضوع داد و خبرنامه را که نشر کرده بود تصحیح کرد. در نسخه ویرایش شده از انتقال صنف‌های اول تا سوم به مساجد، ساحاتی که مکتب ندارد سخن گفته شده است. با این حال فرهاد دریا در نامه خود بر رئیس جمهور گفته است که بزرگترین امید افغانستان برای برون رفت از چالش‌های مرگبار امروز تعلیم و تربیت کودکان است. او از رئیس جمهور خواسته است که نگذارد بزرگترین امید برای رسیدن به فردای سالم را از این مردم بگیرد. فرهاد دریا هنرمند کشور گفته است که بهتر از همه رئیس جمهور می داند که اکثریت روستاهایی که مکتب ندارند تحت سلطه و اداره دشمنان نظام قرار است. او افزوده است که به تکرار ثابت شده است که شماری از امامان اکثر مساجد روستاهای دور از تسلط دولت از مدرسه های مشکوک پاکستان فارغ و فرستاده می شوند. او همچنان نوشت که اکثر آن شمار از مساجد نیز محل تجمع بزرگسالان افراطی و دست پرورده آن سوی سرحد است. دریا از رئیس جمهور پرسیده است که چطور می توان اطمینان حاصل کرد که در این 3 سال کودکان ما با روحیه مکتب ستیزی علیه دانش و معرفت تربیت نمی شوند. در این نامه 2 پرسش دیگر نیز از رئیس جمهور مطرح شده است. چگونه می توان مطمئن بود که کودکان ما از این طریق توسط گردانندگان مدرسه های انتحاری پرور پاکستان جذب و شستشوی مغزی نمی شوند؟ چه تصمیمی وجود دارد در مساجد روستاهایی که دولت در آن جا اختیار چندانی ندارد از کودکان ما سوی استفاده جنسی صورت نمی گیرد؟ فرهاد دریا با خطاب قرار دادن رئیس جمهور غنی گفته است که او امکانات کسب علوم و دانش به درجات بلند آن را در بهترین مکانهای علمی جهان داشته است و برای کودکان افغانستان چنین آرزو در سر دارد. دریا میگوید که یقین دارد رئیس جمهور در نوشتش جگرگوشه های مردم را به دست دشمن نمی سپارد. او برای رئیس جمهور آرزوی مهربانی کرده و گفته است که مهربانی رهبران را می زیبد و آدمی را انسان تر می کند. فرهاد دریا در پایان از رئیس جمهور خواسته است که مهربانی کند و به خواست 35 میلیون هموطنش گوش بنهد و در این تصمیم جدی نظر کند. طرح وزارت معارف برای انتقال صنف‌های اول تا سوم مکاتب به مساجد با انتقادها و واکنش‌های گسترده روبرو شده است. ارگ ریاست جمهوری نیز گفته است که طرح وزارت معارف برای اعمال اصلاحات در ساختار نظام و نصاب معارف حمایت می کند، اما از طرح جدید این وزارت برداشت نادرست شده است. از این که تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. لطف نموده ویدیوهای ما را سابسکرایب و نظریات خود را در پایان هر ویدیو درج نمایید.